امور با هم روزته قنچقی حرام خدازده منویسه بنویس نه منویسی دف شو برو براخی یه استودنت سه روچکش گفتن اگر بجامی باشه و دیگه نمیامه. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дараҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. غریب شهر محمدجان موافق طلب یک گروه برادرای سرشمار قصه همون سر شکارچی را خیلی بار دیگه هم تکرار میکنیم. مرحبا برادرها، قصه که پسند آمد خدمت‌های شهر نر را قدر بدانید. کراچی سه تا جوره مصلحت میکنن که شکار میرن، خیلی دشت پشت شکار میرن، روز بیگم میشه شکار نیوداچ نه، خیلی ایسی میدوان جنگل ده، ایسی میدوان شکار نیوداچ نه. همون کار رو براشون موندگی میشینن یک خورد و خوراک میخورن، گفتن کراچی ایش اون نمیریم، هیچ نیستیم، دست خالی خانواده چی نمیریم. هر سشانه همون سه سگاشون شیش دن همه خیلی اویل کده شما هم تاریک جنگل ده موسیقی نباشه یک خبر نباشه یا تشتی مگه خیلی میشیرن هم خیلی خیلی چی نقل کنیم نخی اوش با چی نقل کنیم در همین تاریکی خیلی درباره چی نقل نمیدونیم بیا درباره سگامان یک کمانگیش چی مگر یک وقت همه خیلی خود آمودیم بالا زدیم پایان زدیم شکار برار نگریف همه خیلی باران زد همه خیلی باران زد من ندانستم چی کار کنم کجا دا بجاشم این همه سگی من تنهای من رو بکشید رفت ای کجای در همین دوری جنگل در بارانی از زانتی گوار بوده پدرش در همه سگی همه خیلی دست موندوی منگیش این سگی تو خوینه کار نمایش یک وقت ما آمدم همه خیلی اخوات گرنی یک آهو رو زدم میلتی قصر یک درخت موندم دویدم همه خیلی شمال و شورشی دیگه من ندانستم و ملتیق کدام درخت موندم جنگل ده درخت بسار خیلی خراشا این همه سگ دو پاترون رو دادم بو کشید رفت ملتیق مرا گریف آورد و بچه سی منگم خزیق شیشته ها صابیر تو یه چی نقل نمیکنی در باری سگه یه بیا گفته آنی سگ خرگاهی یگان نقل ندارن خرگاه قیسته که وقتی هم یک عمر اخواد نگذشتگی یا وقتا خطی زنگ آمدیم شکار خیلی ایس دیویدیم اوس دیویدیم کار برار نگریف بیگه شیشتیم هر دمان زیق این همی سگی خدازده بین پای زنک بکشید ای کجای رفت همسایه را ای خویاش گزیدین آخه بروی زمین کشک کده آورد از بری وطن دوریم گب مزن که مجبوریم گرچه می رویم هر سو زنده که در گوریم